اینجا زیرگذر شهر هرات، خیلی باحال. این همون ساختمون بزرگ صرافان هراته که بهتون میگفتم. فلانکا جفخانی رو نگاه کن. واو، خسته نباشی. سلام. واقعا نگاه کن تو رو خدا این هتلو خیلی قشنگه. اینجا مسجد جامع هراته. سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه و در هر کجایی که هستین شاد و سلامت و تندرست باشید. من توی هرات هستم. اینجا تقریبا میشه گفت مرکز شهر هراته. چوک سینما، اون زیرگذری هم که شما توی ویدیو می‌دیدین دقیقاً از همین چوک سینما شروع میشه. رفته بودم توی زیرگذر که در ادامه ویدیو می‌بینید. روبروی سفارت ایرانم، یک کمی ازش رد شدم. روبروی من هم زیرگذر اینجا همونطور که می‌بینید زیرگذر هراته. حاجی این ساختمونا رو ببین چقدر بزرگن. واو خوبه، نماد زیبایی شهره. هر چی که جلوتر برم صدا ضعیف‌تر میاد از اینجا. اینها این ورودی داخل زیرگذر شهر هراته. ماشاءالله به این جمعیت، ماشاءالله به این جمعیت. خوبه از این پیشرفتا باشه بد نیست. چراغا رو ببین. فلانکا جفخانی رو نگاه کن. واو چه جمعیتی میاد از این سمت. واو انتظار دارم که صدام توی ویدیو خوب بیاد. زیرگذر هرات به اون صورت تکمیل نیست، دو تا لاین داره، دو تا لاین فقط میاد، راه برگشت نداره. و اینکه سقف رو ببینید، هنوز این پالتایی که برای بتون استفاده میشه رو نکندن. خیلی به اون صورت باید که تکمیل درستش میکردن، هنوز درستش نکردن. خوبه بالاخره به این زیرگذر هم میشه یه نوع پیشرفت زیرساختی برای افغانستان گفت. در سطح اینجا خوبه ولی آنچنان امکانات بروز و نمیدونم کپسول مناسب، تهویه هوای مناسب نداره. این فایل استارتر اینجا چیکار میکنه؟ تهویه مناسب نداره. بازم به هر حال خوبه. لکسوس رو نگاه کن. لکسوس واو. هواکش که اصلا نداره. سقفا رو نگاه کنید شما، همه یک دست و یک نواخته. فقط یه تیکه از بغل زیرگذر رو یه تیکه رو کلا باز گذاشتن. چطوری؟ خوبی؟ اینجا زیرگذر شهر هراته. خیلی باحاله. خوبه بالاخره در سطح شرایط فعلی افغانستان خوبه. اینجا اون جایی بود که بهتون میگفتم اینجا هواکش نداره این زیرگذر و این یه تیکه از جلوی راه و کلا اینجوری باز گذاشته تا مردم در شرایط اضطراری از این داخل اگر اینجا رد بشه بیاد بره. اینجا به قولی میشه گفت که هواکش این زیرگذره. براش هواکشه و تهویه هوای مناسب نذاشتن. فقط این یه تیکه اینجا رو کلا خالی گذاشتن که یه موقع اگر ماشینی، آدمی، حادثه ای چیزی رخ میده از اینجا بتونن که بیان بیرون. این ماشینا رو نگاه کن چه خفنن. اون سازه بزرگ آهنی که میبینید تانکر آبه. فکر کنم سمت شرق هرات از اون تانکر تامین میشه. واو خوبه. اینجا روی زیرگذره اون وسط که میبینید کنده کاری شده. اونجا مال زمانی که زیرگذر رو میکندن و هنوز درستش نکردن. اینجا هم که من دارم راه میرم، اینجا روی اصلی زیرگذر. اونجا یه قسمتی از زیرگذر هست ولی منتها اینجا رو درست کردن برای رفت آمد ماشین. و تاکسی های آبی رنگ رو ببینید. اینجا تاکسی به رنگ زرد وجود نداره، تاکسی همش رنگ آبیه. اونم ریکشا. از این ریکشاها یه زمانی انقدر توی شهر هرات زیاد بود، مثل مگس هر جا که میرفتی ریکشا میدیدین، ولی الان نه، جمع کردن اینا رو و به جاش تاکسی جایگزین کردن. یه چوک سینما باشن. نگاه کن یه چوک سینمایه. حاجی لند کروز داری؟ رفت خیلی از ماشین لند کروز خوشش میاد. واه لند کروز مشکی. حاجی اینجا کلا لند کروز. به این یارو پلیس سلام دادم حاجی جواب ما رو نداد، ما رو به قولی چیز کرد. آره اینجا چوک سینمای دقیقاً زیرگذر از همینجا شروع میشه، زیرگذر چوک سینما. بعد اینجا هم خوبه حاجی، ساختمان‌های بلند و مرتفع داره. بالاخره مرکز شهر هرات دیگه و تدابیر امنیتی امروز خیلی شدیده. روز اول ساختمان‌ها رو نشون بدم. این نیمه کاره است ولی خیلی مرتفعه. توی ویدیو شاید زیاد به چشم نیاد. اون یکی رو ببین خوبه. هتل بین‌المللی تجارت. خوبه که از این ساختمان‌ها هتل ما در طول سال ساخته میشه و رشد اقتصادی رو اینجا به ارمغان میاره. فکر کنم این جاده‌ای که من دارم میرم بخوره به بازار افغان خراسان، اونجایی که مردم حواله‌هاشون انجام میدن. تعریف قانون و نحوه اجرای قانون اینجا این به شدت اشتباهه. اعتراض توی کشورهای دیگه
یه حق مسلمه، یه حق شهروندیه. اینجا هتل بین‌المللی تجارت، تقریبا میشه گفت که توی مرکز شهر هراته، یه کوچه بالاتر از چوک سینما. هتل خفن و بزرگیه، ولی یه نکته‌ای که همیشه من توی افغانستان دیدم اینه که حاجی نزنن گوشی ما رو، اینه که هتل، یه شرکت، یه کارخونه یا یه جایی که به قولی مرکز اقتصادیه، مثلا برای رشد اقتصادی کشور کمک میکنه یا اونجا پول زیاد هست، با تدابیر امنیتی بسیار شدید همراهه. مثلا یه کارخونه کوچیکی که من میشناسم و میدونم چنان تولید و آنچنان صنعت بزرگی هم نداره، در حد یک کارخونه است، ولی شما که نگاه بکنی چندین نفر گارد داره، چندین نفر محافظ داره، دیوارای بلند، سیم خاردار، انقدر محکمگیری میکنن که نگو نپرس. در حالی که من توی ایران شرکت‌های خیلی بزرگی رو دیدم که اینطور نبودن، خیلی راحت نگهبان جلوی در میذاشتن آمار کسایی که میره میاد و ماشینایی که میره میاد بگیره، ولی اینجا نه، حاجی مسلح هم تمام، سفتگیری خیلی زیاده. خیلی قشنگه این ساختمونا رو ببین. اینجا هراته، توی خسته نباشی، توی واقعیت هستم، شاید ندونین و درک نکنین، ولی حاجی خیلی وضعیت اینجا اسفناکه. اینجا یه بازار خشک مال یه آقای هزاره است، میشناسمش، حاجی لندکروز. بالاخره مردم ابتدایی ترین حقشون رو از شما میخوان، خصوصا زنان افغانستان، برای کاره که زندگی رو میچرخونه، پوله که زندگی رو میچرخونه. وقتی که شما در نظر بگیر نصف جامعه توی افغانستان سر کار نباشن، برای خودشون درآمدزایی نداشته باشن، اقتصاد اون کشور فلج میشه. شاید مثلا با کار کردن مردها اقتصاد یه نیم جون نیم دمی باشه، ولی شما در نظر بگیر که زنان بیان توی جامعه. من فقط دارم راجع به کار و بهبود وضعیت اقتصادی با مشارکت خانم ها دارم صحبت میکنم. این از این. حالا خود همین کار نیازمند زیرساخت تحصیل و سواد و آموزش و این هاست. از اونجایی که منع تحصیل دختران در افغانستان الان نزدیک 5 ساله که اینجا ادامه پیدا میکنه و هیچ کس و هیچ نهادی هم نیست که به هر حال بخواد جواب پس بده یا پاسخگو باشه، یا اینکه هر حال به اینا فشار بیارن که آقا جان شما این کارو نکنید. الان قرن 21 هیچ کشوری تحصیل دختران رو منع نکرده که ما داریم اینجا منع میکنیم. حاجی افغانستان یه همچین جاهایی هم داره. ببین ساختمون پشت سر منو ببین، خیلی قشنگه بابا. حاجی نما رو ببین، تو رو خدا خیلی قشنگ درست کرده. اصلا من تا حالا توی ایران همچین هتلی ندیدم. شاید به لحاظ نگاه کن تو رو خدا، این هتل خیلی قشنگه بابا، دم معمارش کرد. واو، معماری اصیل افغانیه دیگه، خیلی قشنگه. ولی یه چیزی که اینجا من دارم میبینم، اینو بیشتر با گچ و اینها در نیاورده، بیشتر با گلای وسطش با فلز، فکر کنم با دستگاه‌های CNC به صورت گل در آوردن و بقیه جاهاش هم سیمان، این ابزار با سیمان در آورده، بعد روش رنگ زده. خیلی قشنگه. جلوی علم و پیشرفت و آبادی رو مگه میشه گرفت؟ هیچ وقت نمیشه. نمیدونم واقعا که چه برنامه‌ای دارن، ولی خودشون اینو خیلی خوب میدونن که اگر تحصیل و سواد آموختن برای دختران و زنان افغانستان اینجا باز بشه، چقدر میتونه که پیامدهای مثبت داشته باشه برای کشور ما، برای مملکت ما. مثال خیلی سادهش اینه که شما فرض بگیر خانومت مریض بشه، نیاز به دکتر داشته باشی، احتیاج به دکتر زن داشته باشی. از اونجایی که اینجا درس نیست، تحصیل نیست، پس دکترای زنم نیست، قابله های زنم نیست، قابله به همون پرستار میگن. حاجی لندکروز رو ببین، خدا سرشاهده، لندکروز گلپوش، دمش گرم. از این تلفن‌های قدیمی سیمدار، این بالا نوشته وزارت مخابرات افغانستان، هدیه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان. دم ایران گرم. من جاهای دیگه هم از شهر هرات از این تلفن‌ها دیده بودم و این تلفن و تمام تلفن‌هایی که توی سطح شهر هرات هستش همشون هدیه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستانه. این جاده‌ای که من دارم میرم رو به جلو، احتمالاً سمت چپش خراسان مارکت همون مرکز صرافان هرات که از تمام جاها که شما بخواید به هرات
پول حواله بکنی پول میاد اینجا و شما در اینجا بیای بگیری. کنارش یه ساختمون فکر کنم 10 طبقه بوده 12 طبقه. میگن که میخوان اون ساختمون قدیمیه رو انتقال بدن بیان اینور توی اینکه ساختمونه که جلوتر برم ویدیوشو میگیرم براتون. خیلی ساختمون با عظمت و بزرگیه حاجی، دمش گرم. یعنی میشه گفت که تقریبا مثل پاساژ جمهوری ایرانه که تهران. یه ساختمون آخه چقدر میتونه با عظمت باشه که من باید مجبور باشم دوربین رو از پایین بگیرم. حاجی خیلی بزرگه این. یعنی به نحوی میشه گفت 14 15 طبقه فقط ارتفاع اینه. این اون سومی است تا دومی که میبینید. بذار اینورتر بیام. دومی اون ساختمون شیشه‌ای است. قبل اونم یه دونه اولی که اون مال قدیمه. واو حاجی خیلی بزرگه. حالا میریم روبروی اون ساختمون شیشه‌ایه. اون تقریبا تموم شده کار ساختش. اون خیلی خفن تره. حالا این کول پیکر معلوم نیست که قراره چجوری ساخته بشه، ولی این شیشه‌ایه که ساختن خیلی خفنه. این همون ساختمون بزرگ صرافان هراته که بهتون میگفتم. خیلی بزرگه، دمش گرم. تقریبا میشه گفت که 12 طبقه ارتفاع داره. ارتفاعش 12 طبقه است و کلی مغازه‌های کوچیک برای یعنی مغازه‌های کوچیک برای صرافان هرات داره. اون یکی ساختمون دومی است که خیلی از این بزرگتره و مخصوص صرافان هرات. انتقال پول، نرخ تبادلات دلار و ارزهای دیگه همه از اینجا اینا تکلیف میشه. ببینید چقدر بزرگه. قبل ترا که بود مرکز صرافان هرات اون ساختمون دومی، اون ساختمون سفیده بود، ولی الان قراره که انتقالش بدن بیارن اینجا. اینم دیگه تقریبا 90 و چند درصدش تکمیل شده. از اون موبایلای خط تلفنی که ایران به مردم افغانستان هدیه داده بود روش هم نوشته بود. الان هم کم و بیش مغازه ها اومدن، صرافا که مغازه رو از قبل اجاره کرده بودن اومدن اینجا و چی عجب نمایی داره. ولی خدا وکیلی نما به این قشنگی. اونم توی شهر هرات. اینجا اون ساختمون قدیمیه بود که مردم پولاشون اینجا انتقال میدادن. افغان خراسان قدیمی، البته جدید که دیگه براتون گرفتم ویدیوشو اونجاست. سلام، چطورین؟ اینجا مسجد جامع هراته. امروز دهنمون سرویس شد. اتفاق خیلی بدی افتاد. بشنوین میخکوب میشین. امروز داداشتون پیش مجاهدا بود. تقریبا 2.5 ساعت، آره 2.5 ساعت یا 3 ساعت پیش اونا بوده. وضعیت بدی بود. مسجد جامع هرات وضعیت بدی بود امروز منو خب به هر حال گرفتن کم صحبت کردن با هم. خوشبختانه آدمای بدی نبودن. بعد بردن منو خلاصه اونجا با اون سرهنگشون به قول ایرانی ها، اون یه درجه بالاترشون رفتیم اونجا. ما رو برد. این یارو که اینی که منو اول گرفت این گارد بود، مسلح بود. بعد برد با ماشینای آمریکایی نفربری که روشون مسلسل وصل میشه. منو برد پیش اون بکنم چیز بود. ولی امروز که منو گرفتن مامورایی که دستشون سلاح بود، مسلح بودن، خب بدرفتاریشون رو داشتن ولی نزدن منو. خدا